اگر دستگیر نمی شدم 200 کودک دیگر رو هم به قتل می رسوندم. کودکانی رو می کشتم که سرنوشتشون شبیه کودکی خودم بود. اونها رو می کشتم تا عذاب نکشند. این بخشی از اعترافات وحشتناک محمد بیجه یا بسیجه بود. سلام دوستان، به کانال جنایت پنهان خوش اومدین. توی این ویدیو جزئیات پرونده یکی از بیرحم‌ترین قاتلان زنجیره‌ای تاریخ ایران رو با هم بررسی میکنیم. محمد بیجه کارگر کوره‌پس‌خونه‌ای در پاکدشت بود. ماجرای جنایات او از اواخر سال 81 آغاز شده بود. اون در روز عاشورای همون سال اولین قربانیش رو که پسری 9 ساله بود پس از تجاوز به قتل رسوند. بیجه کودکیش رو با شکنجه‌های پدر و نامادریش به نوجوانی رسوند. در 11 سالگی توسط یکی از آشنایانش چندین بار مورد تجاوز قرار گرفت. کینه از پدر و نامادریش از یک سو و تجاوز از سوی دیگه بذر حسرت و نفرت و انتقام رو در وجودش کاشت. در ابتدا با آزار و اذیت و کشتن حیوانات خودش رو به آرامش میرسوند، اما چندی بعد آزار و اذیت و کشتن حیوانات برای تسکین روحش اثر بخش نبود، تا جایی که دست به قتل و تجاوز کودکان زد. این قاتل 22 ساله خواب پاکدشت رو در اون سالها آشفته و خاک اون رو با اجساد کودکان بیگناه فرش کرده بود. علی دلداری قاضی دادگاه کیفری 1 تهران و نماینده وقت دادستان میگفت پرونده محمد بیجه که شامل تجاوز و قتل بیش از 20 کودک و 3 بزرگسال بود، یکی از منزجر کننده ترین و بزرگترین پرونده های جنایی ایران در چند دهه اخیر بود. بیجه حاصل فقر بود و تمام قربانیان اون نیز کودکانی از خانواده های فقیر بودند. او در یک خانواده پرجمعیت در قوچان واقع در استان خراسان متولد شد و با 6 خواهر و 6 برادر ناتنی زندگی میکرد. وقتی 4 سالش بود مادرش به علت سرطان فوت کرد. پدرش کارگر کوره‌پس‌خونه ها بود. اون به کرات در اعترافاتش از پدری بد اخلاق و مستبد صحبت میکرد که اون رو از همان دوران کودکی به شدت کتک میزد. او در اعترافاتش میگفت یک بار پدرم پاهام رو با زنجیر بست و با چوب به قدری کتکم زد تا از هوش رفتم. یک بار دیگه هم کم مونده بود که با میله‌ای که در دست داشت منو به قتل برسونه. از همون دوران کودکی دلم میخواست بمیرم، تا حدی که در یکی از دعواهای سخت با پدرم با آجر محکم به سرم کوبیدم تا خودم رو از زندگی راحت کنم، اما موفق نشدم. بیجه از ضریب هوشی بسیار بالایی برخوردار بود، اما در 11 سالگی به خاطر فشارهای پدرش به ناچار درس و مدرسه رو رها کرد. اون تعریف میکرد به دلیل نداشتن پول تکه های روزنامه باطله رو از زباله ها جمع میکرد و در فرصتی مناسب میخوند و از این طریق با دنیای خارج از دنیایی که در اون زندگی میکرد آشنا شد. وقتی به منطقه خاتون آباد در تهران اومدند، بیجه از سوی یکی از آشنایانش چندین بار مورد تجاوز قرار گرفت. او گفت وقتی اون شخص در کودکی به من تجاوز کرد کتک سختی هم به هم زد. همون موقع به قدری از خودم بدم اومد که آرزو میکردم ای کاش منو میکشت. یک بار هم در اون سالها به فکر خودکشی افتادم. این خاطره تأثیر خیلی بدی در روحیم گذاشت. همچنین اون 2 بار در 18 سالگی عاشق شد.
یک بار عاشق دختری افغان شد و با اون فرار کرد. در حال فرار پدر دختر اونها رو گرفت و بیجه رو به قصد کتک زد. مدتی بعد از این ماجرا هم اون عاشق دختر عمش که دانشجوی رشته پزشکی بود میشه، اما به دلیل مخالفت پدر دختر این بار هم شکست میخوره. در ابتدا برای انتقام از زندگی دست به کشتن حیواناتی مثل سگ و گربه زد و ادعا میکرد حیوانات مریض رو میکشه و آتش میزنه چون دلش برای اونها میسوخت و نمیخواست اونها زجر بکشند. بیجه در تمام جلسات دادگاه این جملات رو تکرار میکرد و حرف دیگه ای نداشت. کودکانی رو میکشتم که سرنوشتشون شبیه کودکی خودم بود. اونها رو میکشتم تا عذاب نکشند. در یکی از جلسات دادگاه نیز علت اصلی ارتکاب قتل‌هاش رو شباهت زندگی قربانیان با کودکی خودش اعلام کرد. اون میگفت چون من در بچگی حسرت کشیدم، وقتی بچه‌های بدبخت پاکدشت رو میدیدم اونها رو میکشتم تا از زندگی آینده و سختی‌ها نجاتشون بدم. هرچند که این ادعا فقط حالات روحی و روانی اون رو در بر میگرفت. محمد بیجه قاتلی 22 ساله با ذهنی شکل گرفته از انتقام بود. در اون زمان پرونده شخصیت شناسی برای متهمان تشکیل نمیشد. به همین علت درباره شخصیت بیجه نمیتوان با قطعیت نظر داد، ولی خشونت‌های پدر و شخصی که اون رو در کودکی مورد تجاوز قرار داد از بیجه شخصیتی با اختلالات شدید روانی ساخت. ترکیب فقر و ضریب هوشی بالای او دلیل دیگر ارتکاب جنایاتش بود. اون قربانی‌هاش رو به شیوه‌های گوناگون از بین می‌برد. بیجه غیر از 3 مورد آدمربایی تمام قتل‌ها رو به تنهایی انجام داد. علی غلامپور به اتهام همدستی در این 3 مورد آدمربایی متهم ردیف دوم این پرونده جنایی بود که به 15 سال حبس محکوم شد. تمامی تعرض‌ها و قتل‌ها توسط بیجه انجام می‌شد. اولین قربانیش یک کودک 10 ساله بود که در عاشورای سال 81 به قتل رسید. یک کودک 10-11 ساله بوده. روز عاشورا از دسته سینه‌زن جا میمونه. گریه میکرده، دنبال برادرش میگشته. مجرم به این پسر بچه میگه من میتونم برادرت رو باید پیدا بکنم. به این عنوان که میخواد برادرش رو براش پیدا بکنه اغفالش میکنه و تجاوز میکنه. موقعی که مثلا طرف اول گرفتم بردمش به عنوان، یعنی نگفتم مثلا من اینو میکشم، با خودم نگفتم میکشم. بعد بردمش مثلا باش تجاوز کردم. بعد وقتی بهش تجاوز کردم دیگه یه سوس شد، مثلا اراده نداشتم، نمیتونستم، مثلا جون نداشتم. با خودم فکر کردم، با همون حال مثلا با خودم فکر کردم مثلا به ترتیب کنم ببین مثلا چی میشه. گریه میکرد، اون فقط گریه میکرد، میگفت ولم کن برم. این فرد اونقدر منحرف شده بوده که دست به هر کاری میزد. یعنی اگر که ادامه پیدا میکرد شاید بیش از اینها به قتل میرسوند افراد رو. اگه دست من بود دوست داشتم یه دفعه استودیو آزادی با جمعیتش برم. دست من نیست که. اولا از این سگ نداشتم. مثلا گفتم حیوانه که الان میخواد بمیری باور میکنی. ببینم اون هیچ عکس عملی نداره. بعد به این بچه‌هام که میرسیدن مثلا بچه‌ها هر چی دیدن من میشدم اینم سگه، اینا میشدن اینم مثلا جای من. هر چی سوال میکنه من نمیدونم. بیجه پس از تجاوز با ضربات سنگ اون کودک رو به قتل رسوند و چند روز بعد زمانی که مأموران جسد پسر بچه رو پیدا کردند با بی‌تفاوتی در صحنه حاضر شد و در مجلس ختم اون نیز شرکت کرد. پس از کشتن 4مین قربانی و انداختن جسد اون در کوره آجرپزی آرامش بیشتری بر اثر پیدا نشدن جسد در بیجه پیدا شد. قربانیان رو
با تزریق سیانور خفه کردن، ضرب و جرح با چاقو به قصر میرسوند. اسامی و مشخصات قربانیان رو نیز در دفترش یادداشت میکرد. به گفته خودش وقتی که میان قتل‌ها فاصله میافتاد آرامشش رو از دست میداد. به همین خاطر با کشتن کودکان دیگه آرامش رو به زندگیش برمیگردوند. طی جلسات دادگاه ابراز پشیمونی در چهرش دیده نمیشد، حتی حس شرمساری هم نمیکرد. در میان اعترافاتش به کرات این جمله رو تکرار میکرد که اگر دستگیر نمیشدم باز هم ادامه میدادم. این قاتل بیرحم یک بار توسط مأموران پلیس در سال 82 دستگیر شد، اما با زیرکی از زیر ذره‌بین پلیس عبور کرد. اواخر سال 83 با اطلاعات پسر بچه‌ای از نحوه گم شدن دوستانش و 3 کودک دیگه که از دست قاتل گرفته بودند، زمینه شناسایی قاتل و علی غلامپور متهم ردیف دوم پرونده فراهم شد. ماموران با پیگیری و تحقیقات به علی غلامپور رسیدند. او به همراه 2 تبعه افغان دستگیر شد. غلامپور پس از بازجویی مشخصات محمد بیجه رو به پلیس داد. ماموران بیجه رو در حوالی کانال آب شناسایی کردند. او در زمان دستگیری مشغول زیر نظر گرفتن کودکان با دوربین شکاریش بود. وقتی بیجه به عنوان متهم ردیف اول توسط مأموران آگاهی دستگیر شد، هیچ کدوم از قتل‌ها رو گردن نگرفت تا اینکه پس از 200 ساعت بازجویی به تعرضات و قتل‌ها اعتراف کرد. جلسات این محاکمه اکثراً به صورت غیر علنی برگزار شد. خانواده‌های قربانیان داغی سنگین بر دل داشتند و شنیدن اعترافات قاتل داغ اونها رو سنگین‌تر می‌کرد. دادگاه محمد بیجه یا بسیجه رو به لحاظ ارتکاب تجاوز و قتل بیش از 20 کودک و 3 بزرگسال به استناد قانون مجازات اسلامی به اعدام در ملأ عام و تحمل 100 ضرب شلاق محکوم کرد که به گفته بیجه بعد از شنیدن این حکم توسط مرحوم قاضی یاورزاده بهترین خبر زندگیش بود. در انجام بیجه در روز 26 اسفند ماه سال 1383 پس از تحمل ضربات شلاق ساعت 10 صبح در ملأ عام به دار مجازات آویخته شد. پیش از اینکه طناب دار توسط جرثقیل بالا کشیده بشه، برادر 16 ساله یکی از مقتولان موفق شد با گذشتن از سد مأموران چاقویی رو در پشت محمد بیجه فرو کنه. اما این نوجوان مهاجم در تلاش برای انتقام گیری از قاتل زنجیره‌ای کودکان پاکدشت تنها نبود. دیگر بستگان مقتولان هم می‌خواستند بخشی از ضربات شلاق رو بر پشت این جنایتکار بیرحم وارد کنند. در نهایت مادر یکی از مقتولان اجازه پیدا کرد تا طناب پلاستیکی دار رو دور گردن بیجه بندازه. در 20 دقیقه‌ای که جنازه محمد بیجه از طناب جرثقیل در میان زمین و هوا آویزان بود، خانواده کودکان مقتول فرصت اون رو یافتند تا با دعا خوندن و فریاد کردن نام کودکانشان مرگ قاتل فرزندانشون رو شاهد باشند. اما همه اینها نیز برای از بین بردن خشم تلافی جویانه مردم کافی نبود. پس از اینکه جنازه خونین محمد بیجه به پایین کشیده شد، مردم با سنگ پرانی های پی در پی به طرف جنازه حمله کردند. پس از اعدام هیچ یک از اعضای خانواده‌اش جنازش رو تحویل نگرفتند و جسد او در سکوتی کامل در مکانی نامعلوم مدفون شد.
پایان محمد بیجه یادآور اینه که ظلم و جنایت هرگز بی پاسخ نمیمونه و عدالت سرانجام به سراغشون خواهد اومد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید و با نظرات ارزشمندتون برای بهتر شدن ویدیوها کمکم کنید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. قلبی پر از عشق و معرفت رو براتون آرزو میکنم. دمتون گرم.